سال پیروزیه برای اولین بار تیم ایران میره فینال. حریف که پرتغالیه، اون فیگوه خیلی از خود راضیه، اما یکی نگو علی داییه. توپو میگیره دریبل میکنه میره جلو، فیگوه سرش گیج میخوره میشه ولو، گل میزنه 1-0. پرتغالیا میشن گیج. ما بچه های ایران از سرزمین دلیران پرتغال شکستش میدیم 1-0. امسال سال پیروزیه برای اولین بار تیم ایران میره فینال. حریف که مکزیکیه، اون حریف خیلی از خود راضیه، اما یکی نگو کریمیه. توپو میگیره دریبل میکنه میره جلو، مکزیکیه سرش گیج میخوره میشه ولو، گل میزنه 2-0. مکزیکیا میشن گیج. ما بچه های ایران از سرزمین دلیران مکزیکو شکستش میدیم 2-0. امسال سال پیروزیه برای اولین بار تیم ایران میره فینال. حریف که آنگولاییه، اون حریف خیلی از خود راضیه، اما یکی نگو مهدویکیاه. توپو میگیره دریبل میکنه میره جلو، آنگولایی سرش گیج میخوره میشه ولو، گل میزنه 3-0. آنگولایی‌ها میشن گیج. ما بچه های ایران از سرزمین دلیران آنگولا رو شکستش میدیم 3-0. آباد باش ای ایران، آزاد باش ای ایران، از ما فرزندان خویش دلشاد باش ای ایران.